امروز قرار راجع به ماشینی صحبت کنم که به تازگی معرفی شده و طرفدارای زیادی هم داره. وقتی اسم این برند به میون میاد، همه به یاد سرعت، قدرت و طراحی‌های فوق‌العاده اون میافتن. سلام، من رضا هستم. اینجا کانال ماشیناست و بریم سراغ لامبورگینی رابوئلتو. درست قبل از 60مین سالگرد لامبورگینی، این برند از اولین سوپر اسپورت هیبریدی یا به اختصار HPEV به معنی خودروی الکتریکی با عملکرد بالای خودش رونمایی کرده. به گفته شرکت، رابوئلتو معیار جدید توی لذت رانندگی و عملکرد ایجاد کرده. جالبه بدونید که رابوئلتو قدرتش رو از این موتور 12 سیلندر 6.5 لیتری کاملا جدید با 3 موتور الکتریکی به دست میاره و قدرت همه این موتورها با هم به 1015 اسب بخار میرسه. این خودرو جایگزین لامبورگینی اونتادوره و توی 2.5 ثانیه هم میتونه از 0 به 100 برسه. نهایت سرعتش هم 350 کیلومتره. البته لازمه که یه نکته رو اینجا به شما بگم، اونم اینه که وقتی خودروسازی‌های بزرگ مثلا میگن که تاپ اسپید یه ماشین 350 کیلومتره، به این معنی نیست که اون ماشین نمیتونه بیشتر از این بره، بلکه به دلایل ایمنی یا دلایل دیگه سرعت اون ماشین رو محدود میکنن. این ماشین از طراحی جدید لامبورگینی استفاده میکنه و میتونه توی چراغ‌های جلو، چراغ‌های عقب و خطوط ماشین اون رو مشاهده بکنید. نسبت به آونتادور برتری داره و حتی نیروی داونفورس بیشتری رو نسبت به اون ایجاد میکنه. چیز جالب دیگه که راجع به این ماشین وجود داره، موتورهای الکتریکی اون هستن که دو تاشون روی محور جلو و یکیشون روی گیربکس قرار گرفته و قدرتی حدود 190 اسب بخار تولید میکنن. از طرف دیگه گیربکس این ماشین گیربکس 8 سرعته 2 کلاجه است که به طور خاص واسه این ماشین طراحی شده. در بخش طراحی داخلی این ماشین، فضای داخلی با ترکیبی از چرم آلکانترا و فیبر کربن تزیین شده. توی بخش نمایشگرها هم یه نمایشگر دیجیتال 12.3 اینچی واسه راننده و یه نمایشگر مرکزی 8.4 اینچی و یه نمایشگر 9.1 اینچی هم واسه سرنشین ارائه شده. ناگفته نمونه که این ماشین سیستم 4 چرخ محرک با قابلیت توزیع هوشمند قدرت رو هم داره. از طرف دیگه قابلیت این رو هم داره که وقتی باهاش ترمز گرفته میشه، باتری‌های ماشین رو شارژ بکنه. نکته دیگه که توی طراحی این ماشین حائز اهمیته، استفاده از خطوط خیلی تیز و شکسته است. و همینطور توی چراغ‌های عقب و جلو طراحی وای شکل رو می‌بینیم که طراحی جدید لامبورگینیه. نکته دیگه که راجع به طراحی این ماشین باید بدونید اینه که توی بدنه این ماشین از خطوط منحنی خیلی استفاده نشده و خیلی به سمت خطوط شکسته و تیز رفتن. توی چراغ‌های عقب و جلوی این ماشین از طراحی وای شکل استفاده شده که طراحی جدید لامبورگینیه و احتمال میره توی محصولات آینده این برند هم اینو شاهد باشیم. و اما میرسیم به قیمت این ماشین. خیلی تعجب برانگیزه که قیمت این ماشین به حدود $600,000 میرسه. اونم در حالت بیس. یعنی اگه بخواید تیپ سفارشی و آپشن‌های شخصی سازی بیشتری رو استفاده بکنید یا سفارش بدید، قیمت این ماشین طبعاً بالاتر هم میره. دوستان، حمایت شما از من به من خیلی انرژی میده که کارهای بیشتری رو تولید بکنم. پس لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایبتون فراموش نشه. زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی باخبر بشید. اما نظر شما راجع به این ماشین چیه؟ برام کامنت بذارید. امیدوارم که موفق باشید و تا ویدیوهای بعدی بدرود. نکته دیگه که راجع به طراحی این ماشین میخواستم بگم، استفاده از